سرزمین اسلام است. این سرزمین جهاد و مبارزه هست در مقابل همه کسانی که بر خلاف دین الله بوده باشند و همه ما آماده هر نوع فداکاری به خاطر دین الله تا ریختاندن آخرین رمق خون خود هستیم. و جاهدهم به جهادا کبیرا، جهاد بکو با امرای کافرا بچی به قرآن، ضمیری راجع به سوی قرآن. جهادا کبیرا، جهاد بزرگ بالغ، یعنی نهایتش رسیدگی است که هیچ فتور و سستی در این رخ نده. پس از این چی فهمیده میشه؟ یعنی با قرآن جهاد کردن بزرگترین جهاد است. جهاد قرآن چیز؟ بیان قرآن، رد عقاید کفار و مشرکین، عمل کردن به قرآن، تطبیق قرآن. کس قرآن تطبیق کنه، قرآن بیان کنه، این بزرگترین جهاد است. مجاهدهم به جهادا کبیرا، جهاد بزرگ. این کسی قرآن بیان میکنه و علیه کفر شرک مبین، بزرگترین جهاد است. بزرگترین جهاد است، یکی از انواع جهاد است. یکی میگن جهادی که بیان و دعوت نه، خصوصا قرآن صحیح بیان کنی اسلام میکنه. این بزرگترین جهاد است و در بعضی حالات از جهاد نظامی که این سخت است، بسیار مشکلات داره. بعضی حالات بیان کنی کشته میشی، دیگه زده میشی. در جنگ کس کشتن حتمی نیست، ولی کسی را میشنه و قرآن بیان میکنی سبب هلاکتت میشه. یا جهاد بزرگ است. پس شما قرآن یاد بگیرین، عمل کنین، واقعا در جمله یک نوع مجاهدین میایین. یا الله ما شما را قبول کنه. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. حال الله متعال دلائل بیان میکند برای وحدانیت و قدرت خود. در آیت قبلی گفت که جهاد بزرگ بکو با اینها که دو سستی رخ نده. جهاد بزرگی که هیچ وقت سست نشی، دائم ادامه بتی. جهاد کبیر می است. حال الله می فرماید که خاص الله ذات است مرج البحرین، یعنی با قدرت خود روان کردگی است دو بحر را که متجاورین، یعنی با یک دیگر نزدیک هستند، می چسبند، متلاصقین که یک دیگر لصوق چسبیدگی داره، یکی در دیگر خلط نمیشه. هذا عذب فرات، یعنی این یک بحر که است عذب شیرین است آبش، فراتون یعنی بسیار شیرینیش زیاد است که تشنگی را از بین میبره. من فرط عذوبته، یعنی تشنگی را از جهت نهایت شیرینیش از بین میبره. و هذا ملح اجاج، و دیگرش که است ملح نمکیست، اجاج بسیار شدید است نمکی بودنش، یعنی تلخ است از نمکی که هیچ گلون تیر نمیشه. و جعل بینهما برزخا، گردانیدگی است الله در بین می دو بحر حاجزان، برزخان یک پرده، مثل که در قرآن آمد و من ورای برزخ الی یوم یبعثون، یک پرده است از قدرت الله که یکی به بالای دیگهش غلبه حاصل نمی کند. خب یکی خب برزخ است مانی، و حجرا محجورا، یک معنی است محجور کاملا معنی، یعنی از رسیدن اثر یک بحر در دیگه شد نمیره، با وجود که خوب مخلوط است ولی یک او بدگاب تجاوز نمیکنه، کاملا معنی است. ابن کثیر میگه معنی است که الله تعالی دو نوع آب پیدا کرد، دو بحر، یکی شیرین است دیگهش نمکی. شیرینش مثل نهرها میره، چشمه ها و آبار و چاها. مالحش مثل بحرهای بزرگ است که جریان پیدا نمیکنه. و در بین شیرین و نمکی یک پرده است که در داخل زمین است. پرده مانع میشه که یکیش در دیگهش دخول بکنه و این اختیار ابن جریر آمد، یعنی یکی در دیگهش داخل شون و مخلوط شون، این طور نمیشن. امام رازی میگه وجه استدلال در این جایی است که واضح است حلاوت و نمکی، شیرینی و نمکی و تلخی، این به سبب طبیعت زمین و آب است. پس ضرور است که برابر باشند. اگر که این چنین نیست، پس اینجا ناچار که قادری است، حکیم است که هر کدامش به صفت معین خاص کردگی است. یعنی هر دوش از یک زمین، یکی شیرین دیگهش نمکی، قدرت الله است که را جدا کرده. یک زمین است، چرا شور است شیرین، و دیگه ای که یک پرده است که یکیش در دیگهش خلط نمیشه. حال ساینسدانا در این باره تحقیق کردن. یک صورت چی میاد؟ صورت رحمت